جوهره وجود شما هرگز متولد نشده و هیچگاه نمی میرد. ابدیت فضایی نیست که به درون آن قدم گذارید. پیشا پیش در این قلمرو حضور دارید و اکنون جزئی از آن هستید. تربیت شما اجازه نمی دهد که جاودانگی را باور کنید. ذهن سطحی نگرتان که تنها به کالبد خاکی و ظواهر دنیوی معطوف است، نمی تواند جاودانگی شما را درک کند. این نقش عمده آموزش است که به شما بیاموزد چگونه اسیر اراده فردی و جمعی نشوید و یکتا باقی بمانید. ذهنتان به گونه‌ای تربیت شده که تنها آنچه را که به عیان می‌بیند باور می‌کند، در صورتی که یک فرمانده نامرئی بی‌شکل و فناناپذیر تمام تصمیم‌گیری‌ها، احساسات و تجربه‌های انسانی شما را از ستاد فرماندهی مغز هدایت می‌کند. شما تنها با توسل به هوشیاری جوهری الهیتان به این باور می‌رسید که زوال ناپذیر و جاودانه اید. به رغم اینکه تمام دستورها از سوی فرمانده مستقر در ستاد فرماندهی صادر می‌شود، شما هرگز او را با چشم نمی‌بینید. برای شناخت این فرمانده باطنی ضرورت دارد که چشمانتان را ببندید و به طور مستقیم طبیعت الهی و فناناپذیر خود را مشاهده کنید. تعلیم و تربیت، اوضاع و شرایط محیطی و علم و دانش نمی‌تواند تجربه جاودانگی را به شما ارزانی کند. این آرمان از عمق وجودتان برمیخیزد و شما به سادگی می‌توانید این واقعیت را بپذیرید. گرچه طبیعت نامرئی شما واقعی است، اما نمی‌توان حدود آن را ممیزی کرد و به صورت نقشه درآورد. تنها قادرید فراسوی گرد و غبار جسم خویش و در خلال آرامش مراقبه معنوی جاودانگی را تجربه کنید. امیلی دیکنسون در شعر ساده و زیبایش از ما تقاضا می‌کند که باز ایستیم و بر این واقعیت چشم بگشاییم که بدن‌هایی که در آنها اقامت داریم، اتومبیل‌هایی را که می‌رانیم و لباس‌هایی که بر تن داریم و سایر چیزهایی که از گرد و غبار و مواد شیمیایی ساخته شده‌اند، مقدر هستند بر طبق خواست و مشیت الهی مدار مشخصی را طی کنند و سپس از حرکت باز ایستند. این توقف مرگ لقب گرفته است. اما آن چیزی که فراسوی مواد شیمیایی است می‌تواند آزادانه و برای همیشه در کالسکه ابدیت همراه و همگام با شما باشد. آری، شما و جاودانگی تنها مسافران این کالسکه هستید. برای به کارگیری حکمت و خرد امیلی دیکنسون از راهنمودهای زیر پیروی کنید. مرگ خود را استادی تلقی کنید که همیشه همراه و ملازم شماست. از منظر پذیرش و عشق و نه ترس تصور کنید که با جسم فانی خویش سرگرم گفتگو هستید. فراموش نکنید که مرگ تنها یک بار تجربه می شود، اما ترس از مرگ در هر لحظه شما را می کشد. به هر تقدیر مرگ خود را عامل هشدار دهنده‌ای تلقی کنید که هر روز شما را به زندگی متعالی تر فرا می خواند. تمرین آرامش مراقبه را که در خلال آن زمین را بدون خود مشاهده می کنید انجام دهید. این تمرین یاریتان می کند تا از حمایت و وفاداری نسبت به وجود مرئی و فانی خود دست بشویید و با فرماندهی که فراسوی کالبد فیزیکیتان شاهد و ناظر شماست پیمان دوستی و همکاری ببندید. به خود یادآور شوید که عامل زمان پیش از حضورتان در سیاره زمین موجبات ترس و اضطراب شما را فراهم نکرد و پس از ترک جسم خاکیتان نیز این عامل به شما صدمه‌ای وارد نمی کند. آخرین کلام رابرت لوئیس استیونسون را به یاد آورید که گفت: اگر مرگ این است، از زندگی آسان تر است. این کلام توماس ادیسون نیز ارزش یادآوری را دارد که گفت: آنجا بسیار زیباست.
در واقع از زمان پیدایش سیاره خاک گرد و غبار به گرد و غبار دیگر تبدیل شده و آنچه به جا مانده جاودانگی است و دیگر هیچ. این هوشیاری عظیم مجوزی است برای ورود به قلمرو ابدیت.